سلام دوستای خوبم. مطمئنم این داستان رو تا آخر گوش میکنید چون جاهای جالبش که منتظرشید آخرشه. اگه آماده اید شروع کنید. یه لایک و سابسکرایب کنید تا بریم سراغ داستان. من الهامم و 25 سالمه. بعد از 3 سال آشنایی با بهروز حدود 2 سال پیش با هم ازدواج کردیم و 1 سال پیش هم برای زندگی اومدیم تهران. توی اون 3 سالی که با هم بودیم اوایل خیلی با هم سرسنگین بودیم و رابطمون خیلی رسمی بود. چون ما توی دانشگاه با هم آشنا شدیم و زود به هم اعتماد نکردیم. از همون اولم هدف جفتمون ازدواج بود که با وجود مخالفت خانواده هامون بالاخره بعد از اتمام دانشگاه با هم ازدواج کردیم. توی این 2 سال از هیچ نظری با هم مشکلی نداشتیم. بهروز همیشه با انرژی و خلاق بود و منم سعی می‌کردم همیشه همراهش باشم و ازش یاد بگیرم. توی اون 3 سال دوستی هر چند روزای آخر خیلی به هم وابسته شده بودیم و منم عاشقش شده بودم. اما اوایلش زیاد به بهروز دلبسته نبودم. به همین خاطر زیاد خودم رو متعهد نمیدونستم که با هیچ پسر دیگه‌ای حرف نزنم. چون مطمئنم نبودم که ما به هم برسیم. فرشاد یه مرد تقریباً 30 ساله بود که من از تو اینترنت باش آشنا شده بودم. توی یک شهر زندگی می کردیم ولی من هیچ وقت ندیدمش. اوایل به من نگفت ولی بعدش فهمیدم که زن داره. فرشاد فوق‌العاده خوش صحبت بود، صدای مردونه و جذابی داشت و بعضی وقتها تا 1 ساعت با هم تلفنی حرف می زدیم و من غرق صداش می شدم. البته من هیچ وقت زود به کسی اعتماد نمی کنم و همین باعث شده بود قبل از این که بخوام از نزدیک فرشادو ببینم با هم خیلی راحت و صمیمی بشیم. اون بهم گفت که زن داره ولی زنش از نظر فرهنگی خیلی از خودش پایین تره و خودش نمیخواسته ولی به اصرار خانواده‌اش به این ازدواج تن داده. الانم میخواد طلاقش بده اما تو رو در باعثی خانوادش گیر کرده ولی مصممه که جدا بشه. هرچند با فهمیدن این موضوع که فرشاد متأهل بهش گفتم که فکر دیدن منو از سرش بیرون کنه اما اونقدر صداش و صحبت کردن باهاش برام جذاب بود که نتونستم کاملا رابطمو باهاش قطع کنم. نمیدونم یه جورایی هم دلم براش میسوخت. چون میگفت احساس تنهایی میکنه و هیچ کس رو نداره که باهاش راحت بتونه درد و دل کنه و تنها کسی که میتونه باهاش صادقانه حرف دلشو بزنه منم. به خاطر همین منم فکر میکردم دارم بهش کمک میکنم و خیلی عذاب وجدان نداشتم. رابطه من و فرشاد خیلی فراز و نشیب داشت و بعضی وقتها 1-2 ماه ازش خبری نبود. منم بهش زنگ نمیزدم. چون فکر می‌کردم حتما سرگرم زندگیشه و بهتره که من مزاحمش نشم. ولی خودش دوباره زنگ میزد و منم جوابشو میدادم. تا اینکه بالاخره رابطه من و بهروز جدی شد و دیگه احساس کردم باید رابطم با فرشاد قطع بشه. یه شب خودش زنگ زد و گفت که قضیه طلاقش از همسرش مهشید دیگه منتفی شده. چون بچه‌شون داره به دنیا میاد که البته قبلا در این مورد چیزی به من نگفته بود. منم خیلی از دستش عصبانی شدم که چرا این موضوع به من نگفته و از طرفی خوشحالم شدم که بالاخره خودش داره رابطه رو تموم میکنه. منم چیزی در مورد بهروز بهش نگفتم و فقط گفتم دیگه به هیچ وجه به من زنگ نزنه و اگه هم بزنه من جوابشو نمیدم. البته فرشاد وقتی یه حرفی میزد میدونستم میشه بهش اعتماد کرد. چون وقتی ازش خواستم فکر دیدن منو از سرش بیرون کنه بعد از اون حتی یه بارم نخواست که همدیگر رو ببینی. به هر حال بعد از چند ماه من و بهروز با هم ازدواج کردیم و فرشادم فراموش شد. تا اینکه 1 ماه قبل از عید نوروز یه روز داشتم ایمیلمو چک می‌کردم که دیدم یه ایمیل ناآشنا برام اومده. وقتی بازش کردم دیدم از طرف فرشاده که ازم احوال پرسی کرده و نوشته که توی این مدت همیشه به فکرم بوده و خیلی دوست داره بدونه الان کجام و چی کار میکنم. توی این مدت من شماره هامو عوض کرده بودم ولی ایمیلم تنها چیزی بود که عوض نشده بود. اولش جوابشو ندادم اما ایمیلشم پاک نکردم.
فرداش بهش ایمیل دادم و گفتم که ازدواج کردم و الان تهران زندگی میکنم و ازش خواستم دیگه بهم ایمیل نده. اما توی ایمیل یه سوالم از پسرش پرسیدم که بزرگ شده یا نه. فرداش دوباره بهم ایمیل داد و ازدواجم و بهم تبریک گفت و به شوخی نوشته بود که تو از یه طرف میگی بهم ایمیل نده و از طرف دیگه در مورد پسرم میپرسی؟ به هر حال چند روزی چند تا ایمیل بین ما رد و بدل شد. البته من پسورد ایمیلم رو عوض کردم تا یه موقع بهروز ایمیلا رو نبینه. چون هم بهروز ایمیل منو چک میکرد و هم من مال بهروزو. بعد از یه هفته ازم شماره خواست. اولش گفتم نه، اما خیلی اصرار کرد و گفت دلش برای شنیدن صدام تنگ شده. و راستش منم خیلی دوست داشتم یه بار دیگه اون صدای جذابش رو بشنوم. شماره ایرانسلم رو بهش دادم. صبح بود، بهروز سر کار بود، من خونه تنها بودم. پیام داد و گفت الان میتونی صحبت کنی؟ گفتم آره. زنگ زد، چند دقیقه با هم صحبت کردیم. اون از زندگیم و بهروز پرسید و منم از زندگیش و اینکه راضی هست یا نه. گفت که با اومدن پسرش دیگه همه زندگیش پسرش شده و خیلی از قبل بهتر شده. ازش خواستم دیگه بهم زنگ نزنه چون ممکنه بهروز پیشم باشه و درد سر بشه برام. اونم قبول کرد ولی ازم خواست هر موقع که تنهام بهش SMS بدم تا بهم زنگ بزنه. منم بهش گفتم فکر نمی کنم این کار درستی باشه و قطع کردم. 2-3 روز بعد دوباره بهم ایمیل داد. خواست بهش فرصت بدم که یکم با هم حرف بزنه. فرداش بهش SMS دادم و زنگ زد. باز یه نیم ساعتی با هم حرف زدیم. تقریباً یه هفته مونده بود به عید که قرار بود من و بهروز با هم بریم شهرستان. روز قبل رفتن با اینکه مطمئن بودم بهم زنگ نمیزنه بهش زنگ زدم و قضیه رو گفتم. و بهش گفتم توی تعطیلات شوهرم کنارم و به هیچ وجه بهم زنگ نزن. اونم گفت خیلی خوشحاله که دارم میرم شهرمون ولی براش سخته که بهم زنگ نزنه. ولی این کارو میکنه. روز 5 فروردین بهروز برای کارش باید برمیگشت تهران و من قرار شد تا 13 بمونم. 1-2 روزی بعد از رفتن بهروز تو خونه داشتم با موبایلم برمی رفتم که یهو یاد فرشاد افتادم. خواستم بهش SMS بدم اما شک داشتم. یه تردیدی همه وجودم رو فرا گرفته بود. با خودم میگفتم الهام داری چی کار میکنی؟ اگه بهروز بفهمه یا اگر کسی بفهمه چی میشه؟ توی همین شک و تردید بودم که دیدم انگشتم روی دکمه فرستادن SMSه. فقط یه کلمه نوشتم کجایی؟ چند دقیقه بعد مثل اینکه اصلاً باورش نمیشد من بهش SMS بدم جواب داد سلام عزیزم باورم نمیشه بهم SMS دادی. سال نو مبارک، من خونم، تو کجایی؟ میتونی صحبت کنی؟ من باز یه کلمه جواب دادم آره. ولی انگار نوشتن همین یه کلمه سخت‌ترین کار زندگیم بود. دستام میلرزید. زنگ زد. رفتم تو اتاق و با هم حرف زدیم. بهش گفتم مگه تو خونه نیستی؟ پس چطور داری حرف میزنی؟ گفت مهشید و پسرم چند روزیه که رفتن خونه مامانش. من خونه تنهام. منم بهش گفتم بهروز رفته تهران و من موندم. خیلی خوشحال شد. گفت حداقل چند روزی بدون استرس میتونیم ما هم حرف بزنیم. گفتم البته اینجا هم بدون استرس نیستم و خانوادم اگر بفهمن بدتره. ازش خواستم زنگ نزنه ولی عصرش دوباره SMS داد که میخوام باهات حرف بزنم. واقعا صداشو دوست داشتم هنوز. زنگ زد و گفت دلم میخواد یه بار ببینمت. داشتم شاخ در می آوردم. گفتم یعنی چی فرشاد؟ ما هر دومون ازدواج کردیم. تو بچه داری. حالا از اون اصرار و از من انکار. بالاخره با اینکه با خودم میگفتم عمرن برم سر قرار قبول کردم. برای فردا صبحش یه جایی رو هماهنگ کردیم که بیاد دنبالم. فردا صبحش 5 دقیقه مونده به ساعتی که قرار داشتیم بهم زنگ زد. گفت کجایی؟ گفتم خونه. گفت یعنی چی؟ چرا نیومدی؟ من اینجا سر قرارم. لااقل میگفتی که منم نمی اومدم. گفتم خب نتونستم بهت بگم. حالا برگرد من معذرت میخوام. گفت نمیرم. همینجا تا شب وای میستم و قطع کرد.
حس کردم خیلی ناراحت شده. بهش زنگ زدم، جواب نداد. بهش SMS دادم و گفتم من تا بخوام حاضر شم بیام 1 ساعت طول میکشه. بذار یه روز دیگه. جواب داد اشکالی نداره، من تا شب اینجا وای میستم. گفتم باشه میام، ولی فقط 10 دقیقه. جواب داد منتظرم. تقریباً 1 ساعت بعد سر قرار بودم. یه پرشیه سفید کنار خیابون وایساده بود. خودش بود. پیاده شد. سلام کردم. صدام میلرزید. سوار شدم و راه افتاد. یه مرد چارشونه با قد بلند و پوست گندمی. فکر نمی کردم اینقدر خوشتیپ باشه. گفت تو چقدر خوشگلی الهام، همون فرشته‌ای که توی رویاهام مجسم می کردم. و هر چند ثانیه یه بار یه نگاه به هم مینداخت. وقتی نگاه میکرد نداش نمیکردم، اما وقتی داشت جلو رو نگاه میکرد زیر چشمی نگاش میکردم. گفتم خب حالا من خوشگل ترم یا اون فرشته خانوم؟ یه لبخند زد و گفت من وقتی با تو صحبت میکردم تو ذهنم یه فرشته مهربون و مجسم میکردم و الانم حس میکنم همون فرشته کنارم و سرشو به هم نزدیک کرد. ازش تشکر کردم و گفتم خیلی به هم لطف داری. گفت کجا بریم؟ گفتم هیچ جا، من یکم جلوتر پیاده میشم. گفت یعنی چی؟ گفتم خب کافیه، دیگه باید برگردم خونه. گفت باشه، فقط قبلش یکم حرف بزنیم. اگه میترسی کسی تو رو ببینه توی ماشین بذار من یه جای مناسب پارک کنم. چیزی نگفتم. گفت بذار بریم جلوی خونه ما، اونجا خلوته. گفتم نه، اینجوری خیلی دیر میشه. گفت نه، اتفاقا خونمون نزدیکه. راستی قبل از این که بریم برای ادامه داستان یه لحظه نگه دار. اگه یه لایک کوچیک بزنی، یه سابسکرایب بزنی، هم من کیف میکنم هم تو از داستانای بعدی جا نمیمونی. میخوایم بریم سراغ داستانهایی که هیچ کس جرأت گفتنشونو نداره. 10 دقیقه بعد 2-3 تا خونه مونده به خونهشون زد کنار. ماشینو خاموش کرد و برای چند ثانیه همینطور نگام میکرد. من چیزی نمیگفتم. یکم راحت تر شده بودم اما هنوز استرس داشتم. یکم از خودش حرف زد و از من در مورد زندگی توی تهران پرسید. داشت در مورد خونش توضیح میداد که اون پنجره اتاق پسرشه و اونجا هم آشپزخونه که یهو گفت هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی ببینمت، اما امروز که به بزرگترین آرزوم رسیدم میخوام یه چیزی بهت بدم. گفتم چی؟ گفت یه چیزی که همون وقتا که با هم حرف می زدیم برات گرفته بودم. ولی هیچ وقت فرصت نشد بهت بدم، اما نگهش داشتم تا امروز. گفتم خب چیه؟ بده ببینم. گفت توی خونه است. گفتم نمیخوام بیام خونت، ولی فقط میخوام ببینم چیه که چند سال نگهش داشتی. ماشین رو روشن کرد. گفتم کجا میری؟ گفت خب بریم که هدیه‌ت رو بهت بدم. گفتم نه، من همینجا توی ماشین میشینم، تو برو بیار. تا خواستم بیشتر مخالفت کنم ماشینش جلوی در پارکینگ بود و در پارکینگ داشت باز میشد. توی پارکینگ پیاده شدیم، از پله ها رفتیم بالا. با اینکه من راه و بلد نبودم اصرار داشت که من جلو برم. در رو برام باز کرد و وارد پذیرایی شدیم. خونه‌اش شیک و بزرگ بود. بهش گفتم انگار وضع مالیتونم خیلی خوب شده. گفت قابل شما رو نداره فرشته خانم، خیلی خوش اومدیم، خونه ما رو روشن کردیم. اصلا باورم نمیشد که الان توی خونه فرش شدم، اما حس خوبی داشتم. روی مبل نشستم. با یه سینی آجیل و میوه از تو آشپزخونه اومد. گفتم این کارا چیه میکنی؟ من معذبم اینجوری، باید زود برم. گفت این چه حرفیه عزیزم؟ خب حالا که اومدی خونه من باید حداقل ازت پذیرایی کنم. بهش گفتم خب دیگه برو بیار اگه واقعا هدیه‌ای در کار هست. رفت و با یه جعبه کوچیک مخصوص جواهرات برگشت. با خجالت گفت ببخشید که کادو نگرفتم. اصلا فکر نمی کردم که بخوام یه روزی اینو بهت بدم. گفتم وای این دیگه چیه؟ چرا این کارو کردی؟ دستمو بردم جعبه رو بگیرم که خم شده جعبه رو گذاشت توی دستم و تا بخوام دستمو بکشم گفت اینو برات نگه داشتم.
یهو سرخ و سفید شدم اما هیچی نگفتم. جعبه رو باز کردم. یه پلاک طلا و یه زنجیر بود. خیلی خوشگل بود و مشخص بود که با سلیقه انتخاب شده. گفتم واقعا اینو برای من خریده بودی؟ گفت یعنی فکر میکنی بهت دروغ میگم؟ گفتم نه، ولی آخه قرار نبود ما همدیگر رو ببینیم. گفت منم 3 سال پیش که اینو برات خریدم فکر نمی‌کردم یه روزی بتونم اینو بهت بدم. ولی چون دوست داشتم بگیرمش برات گرفتمش. گفتم مرسی ولی من نمیتونم اینو قبول کنم. گفت این چه حرفیه؟ آخه چرا؟ گفتم آخه اگه بهروز بفهمه چی؟ گفت از کجا میخواد بفهمه؟ مگه تو کم زنجیر طلا داری؟ نمیدونم چرا ولی دلیل بدی آورده بودم و اونم فهمید. اصلا مغزم هنگ کرده بود و نمیدونستم چی بگم. زنجیر و جعبه رو گذاشتم روی میز. گفتم ممنون که اینقدر به من لطف داری ولی من نمیتونم اینو قبول کنم. گفت الهام جان تو بازم میخوای منو ناراحت کنی؟ خیلی قشنگ و مؤدبانه حرف میزد. بازم صداش کار خودشو داشت میکرد. گفت حالا بندازش ببینم اصلا بهت میاد. گفتم آخه و میخواستم یه بهونه بیارم که گفت آخه نداره عزیزم، این برای تو خیلی ناقابله. من همه طلاهای دنیا رو هم به پای تو بریزم کمه. گفتم مرسی تو خیلی به من لطف داری. گفت تو خیلی توی اون دوره از زندگیم به من کمک کردی الهام جان. تو خیلی برام عزیزی. گفتم مرسی و زنجیر رو برداشتم. یه طرف شالم که روی گردنم بود باز کردم تا زنجیر رو بندازم. فرشاد نگاهش رو برگردوند که من خجالت نکشم. خواستم زنجیر رو بندازم ولی قفلش بسته نمیشد. پرسید چی شده؟ قفلش بسته نمیشه؟ گفتم نه. گفت خب بذار کمکت کنم. گفتم نه خودم میبندمش. تا بخوام ببندم دیدم فرشاد اومد و کنارم نشست. زنجیر رو از دستام گرفت. شال از روی سرم افتاد. منم برش نگردوندم تا زنجیر رو باف کنه. اونم هیچی نمی گفت. سکوت مطلق خود فرما شد. زنجیر رو باف کرد. جاشو درست کرد و گفت خیلی دوست دارم الهام. بعد به پلاک نگاهی انداخت و با لبخند گفت نه انگار زیادم بدسلیقه نیستم. بهت میاد. من که هنوز توی فکر بودم گفتم آره خیلی قشنگه. نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم. گفت این چه حرفیه عزیزم، دیگه از این حرفا نزنی یا. دوباره نگاهامون به هم گره خورد و سکوت حکم فرما شد. گفت خیلی وقت بود دلم می‌خواست یه بار اینجوری ببینمت. منم نمیدونم چرا ولی اون لحظه حس خوبی داشتم. اونم که اینو فهمیده بود گفت از دیدنت واقعا خوشحالم. بعد از چند دقیقه از روی مبل بلند شد و گفت بیا بریم یکم توی خونه بگردیم. منو برد توی اتاقا و خونه رو نشونم داد. یکم از زندگیش حرف زد و منم از خودم گفتم. بعد برگشتیم پذیرایی و دوباره نشستیم. توی چشمام زل زد و گفت الهام من واقعا از دیدنت خوشحالم. کاش میشد همیشه همینجا باشی. منم گفتم منم همینطور ولی دیگه باید برم. ولی تا 3 ساعت بعد توی خونه فرشاد بودم چون بالاخره تونست راضیم کنه. بعدش بلند شدم. گفتم دیگه وقتشه که برم. یه آب پرتقال برام آورد خیلی بهم چسبید. بعدش گفت میخوام برسونمت. گفتم نه میخوام یکم پیاده روی کنم. اونم قبول کرد. موقع خداحافظی گفت خوشحالم که امروز دیدمت. وقتی از خونه فرشاد داشتم می اومدم بیرون خیلی سبک شده بودم. نمیدونم چرا ولی حس خیلی خوبی داشتم. یاد اون جمله بهروز افتادم که می گفت توی این دنیا هر کس مسئول کارای خودشه. پس سعی کن به خاطر دیگران لذتایی رو که میتونی داشته باشی از دست ندی. اون موقع معنی حرفشو نمیفهمیدم اما الان معنیشو خوب میفهمیدم. مرسی که تا آخر این داستان هم با من همراه بودید. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. الان وقتشه که با لایک و کامنت از من حمایت کنید تا بتونم داستانهای بعدی رو با انرژی بیشتری براتون آماده کنم.
و اگه هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا داستان بعدی مراقب دلت باش.